من این نکته رو بخوام بگم، یکی از 10 کار به این گفتگوها هم نه به صورت افراطی خوشبین باشیم، نه به صورت افراطی بدبین باشیم. اینا بالاخره یه کاریست، یه حرکتیست، تصمیم گیری شده داره اجرا میشه و در این قدم های اول هم خوب حرکت شده، خوب اجرا شده. بعد از این هم بایستی کاملا با دقت دنبال بشه، خطوط قرمز مشخصه، برای طرف مقابل هم مشخصه، برای ما مشخصه، دنبال بشه، مذاکرات به شکل خوب، ممکنه به نتیجه برسه، ممکنه نرسه. نه خیلی خوشبینیم نه خیلی بدبینیم. به طرف مقابل البته خیلی بدبینیم، طرف مقابل رو قبول نداریم، میشناسیم طرف مقابل، اما به توانایی خودمون خوشبین هستیم، میدونیم که ما خیلی کارا میتونیم انجام بدیم، شیوه های خوبی بلد هستیم. این هست.